آیا شما از زردی دندان خود و سیاهی دندان خود شرم دارید؟ غمگین نباشید. طبابت این دندان های خنک گرفته و این چونین سفید کردن دندان ها، این چونین راست کردن دندان های کج شده، دکتر دندان در فدراسیای روسیه شهر مسکو در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. از خدای تعالی طلب میکنه و التجا میکنه. خداوند میگه من شرم دارم دستای بنده ما صفر خالی بر بگردم. این وجه چی معلوم موسد است؟ سبحان الله، عجیب ده. هم کودک ایام خودی با الله خوشنو کردن در کار. قانونا میگه ای مردم طلب میکنه کودک ما اینجا طلب کنه. یک توجیه گفت که یک زمان مردم این پاکستان بار میزدن، ماتریال میزدن، کورکای کوژینکا میزدن. این پاکستان بوی پاکستان بسیار همینجا مقصد زیاد میرفت. سالای 94 95 اکثری تجربه همسون میرفت. بود در پاکستان روز جمعه بود نمازخوانی رفتیم. امام خطیب مسجد اگه ترجمان دونه میگه خطیب دعا کرده است خطیب ای پروردگاری بزرگ یک قطعه کراسکا در کار داریم چند تا میخ اینا میلش داید این چیز پروردگار هم را برسون. بعد میگه ترجمه کردن عجیب حیران شدیم. و بعد نماز رفتیم اون پول را دادیم. ای بچه عیبای نخوای خدا هم تری طلب کنه شما ای اوخید لوبای کسا میگه همین چیزا میاره. گفتم من با لوبای کس چیکار دارم؟ من پروردگار را میشناسم. من ای خدای خودم طلب میکنم. انا می خداوند به دست شما میاره میرسونش. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که همه بندی پاپوشیتون ای الله طلب کنه. مسلمان باید هر چی طلب میکنه ای الله طلب کنه. گر بخواهی از دیگر هم او دهد، در کف میلش سخا هم او نهد. اوه ای دیگر کس هم طلب کنی اگر الله که قلب او را ملایم نکنه نمیتد. ای برای بچه خچه مروجنی نمیخره و تو دا پول میتا. اون که بر بی رحمتان رحمت کند اهل رحمت رو ولی نعمت کند. ای پروردگار طلب کردن بچه جان یک نامی پروردگار رحیم ای یعنی بسیار مهربان بود. انا میتونم مهربان شو بچم. پدر و مادر خطی مهربان باش دو در اکوتا نگه بین که ایمی خوردی باید هم محبت در دلش جو شوه. محبت در دلش جو شوه. وقتی که محبت در دلش جو شد هیچ جوی شک شبهه نیست که در قلب پروردگار هم محبت پیدا می شود. شاگرد نزد پیرش اومده گفته من خداوند دوست می‌دارم. من دوست می‌دارم که به زبان گفته نمی‌شود. اویا خداوند را دوست می‌داشته باشه. میگه هیچ جاهل دوست نمی‌داری. اگر دوست می‌داشتی کو امکان نداشت که همین زبان همین سوال در دهنت بیاید. یک دست صدا نداره. برای اون که در دلت محبت پیدا شود باید محبت در جانی باشه. نور ای اوسو میآید که آینه او را تجلی میکنه. چون در این دل برق مهری دوست جست، اندر آن دل دوستی میدان کی هست. در دل تو مهری حق چون شد تو، هست حق را بیگمان مهری تو. خدا را دوست میداری به یقین بدان که الله دوستت میداره. هیچ بانگی کف زدن نباید بدر از یکی دستی تا به دستی دیگر. یا دست صدا نداره برای قرصک ده دست لازمه. تشنه می نالد که ای آبی گوار، تشنه آب میکوه. آب هم گوید که کوه آب خور، اما آب هم شلدر شلدر آواز داره. جر جر رفته است که ما همین جدم کجا ده آب خور یا آب خور. الله اینا 18 81 بچه ما 81 18 را بگیری چند میمونه؟ 63. انا پیغمبری ما پیشوای ما محمد صلی الله علیه و سلم 63 سال عمر دیدگی ای. وخه مایده پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اما فرزندکات تعلیم بده. اون یک دودرمو خدا برکت شد دونلو ابراهیم بچه‌کش محمد سعید دونلو مکتب رفته است که سینفی بعد میگه اومده گفت که دادا او خونه بود گراتسکوش دست دادا میگه بودم کش بود دادا میگه نکه اما مقصد معلمه میگه افسونه بگه من افسونه نمیدونم. چی بگم افسونه نمیدونم. با گفت است افسونه نگو که بچم تا قصه پیغمبر رو را بکن. ابو بوده که ای بوده که هم قصه ای کرده که از یاد میدونه تاریخ پیغمبر رو. قصه پیغمبر رو را که میگه اومد کتیبش کرد و میگه که همین قصه حضرت سلیمان کرده میگه
همین معلم چشموش هفته که گوش کرد تو آخیره هم معلم را میفوره تایی که سوالا میفوره ای همو بزاکی جنگیلا پو بد نبد بد گور بده خیلی از برای خدا تاریخ پیغمبر را نقل که قیصه کنه خدا رحمت کنم پدرای ما را باباهای ما را عجب مردایی بودند به خدا قسم غیرت داشتن محبت که داشتن همین گپشون اسیر بود در همین شبای درازی زمستان او وقت اینقدر تلویزیون هم نبود این پدنالت اینترنت نبود ای ساعتی 7 دیگه تاریخ آخی همه را بخوندن خود نمیدونیست چیکار کردن نماز خفتن نخوندی بعد همین میقبیدیم رحمتی مصفیده که یکون چی نقل میکنه یکون قصه نقل میکنه یک قصه های میکرد ای بچه این همین جنگ حضرت علی قطعی تا سال 8 هجری فتح شده است همه میدونه وقتی که مکه فتح شد در تمام جزیره العرب اعلان شد همه آگاه شدن که مرکز عرب فتح شده است مسلمان ها علیه مکه را گرفتن قریش همه تسلیم شده است یک قسمش اسلام قبول کردن یک قسم دیگه حکم طلقا را گرفتن طلقا یعنی کسایی که پیغمبر مقصد که اگر چندی مشرک بدن ایمان آورده بودن از بحرشون گذشت و این معنی که دیگه از اونا قصاص نگرفت رهاشو کرد اسیرشو نگرفت زندانیشو نکردن رهاشو کردن همین را طلقا میگن برای همین علاقه یک طایفه از عرب ها در دهشت غلطیدند و خاطر پیشگیری از اسلام پیشگیری از حرکت مسلمان ها و در دلشو علو و علنگه غلطید که اویست اویسته ملک سرزمینه نمیاد در اسلام ادرویا برزیری حضرت صلی الله علیه و سلم لشکر جمع آوردند از جمله یکی از سرسختترین قبایل عرب که بسیار مغرور و متکبر بودن بسیار ثروتمند بودن حقیقتا همین تعصب شو به حدی بود که توپای جان جنگ میکردن این بدبختا قبایل حوازین و ثقیف اینا همین در طایف و اطراف طایف و مکه زندگی میکردن جمع شدن یک چند قبیله و شخصی را با نام مالک ابن عوف والله اعلم رهبر تعیین کردن گفتن که ما در فرمان توییم باید سری رای اسلام رو بگیریم دیگه ایلوجی دیگه نیست نباشه با ملکای ما را میویم و حرکت کردن به یک موضع به یک دره به نام حنین خبر وقتی که به گوش رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسید گفت که باید که ما چورابینی کنیم این مردکو بر ضد جنگ اومدیم اگر حوزی اگر همی را غرور شونه نشکنیم اینا در آینده ظلم زیاد میکنن از مقصد که ضرر زیاد میتونن برسونن به دین الله برای همین حضرت هم اعلام کرد طلقا را و جمله رخصت داد گفت کسی میخواه همراه ما باشه بیاید اکنون مسلمان ها که به خاطر ثواب اما طلقا به خاطر غنیمت جنگیش همراه شدند یک لشکر کلان در حدیث امام بخاری اومده است زیاده از 10,000 در کتاب تاریخ حتی 12,000 میگن جمع اومدن و تحت سرپرستی رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سوی حنین حرکت کردند اما اکثر اینا را انس ابن مالک میگه که اون طلقا تشکیل میکردن آدمایی که اون مسلمان نشدن به خاطر منفعت دنیا اومدن که غنیمت جنگی بگیریم ولی هم حضرت اساس نمیشناسن اما محمد پسر عبدالله را میدونستن اما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیشناختن این قبایل ورزیده جنگ دیده بسیار مقصد ماهر بودن در جنگ رهبرشون هم بسیار آدم زیرکی کردان بود امر کرد که تمام زن و فرزنده و مال و حالتون همه را بیارید یک مسافر بود از نام درید از همین حوازی بسیار آدمی سینش 800 گذشتگی یک عمر در جنگ همین عمرش در جنگ گذشتگی در بدنش میگه یگون جای سالم نبود همه جا همین زخم و جراحت بعد گفت که هم نزد هم مالک برای نام آوردنش گفت این چی گپای گفتی اوازی معمای بروا را میشنوم مقصد که خرا را میشنوم اوازی گریه و فیغان گودکا را میشنوم چی گپای این چشماش نابینا بود کور بود گفت که من امر کردم که همه مال و حالش را بیارن تا اینکه به خاطر اون که در دست دشمن نغلطه تا آخر جنگ کنه نگریزن گفت عجب جاهلی ابله بوده
آخه شما برای دنیا تو جنگ کنه اون مردکو برای قیامت چو جنگ میکنن او برای ایده جنگ میکنن اگه شما برای دنیا تو سرسپردگی میکنین اونو نمیکنن تو یک کار میکنید که یک بار کمر همش کنن خلاص بشه بهتر نیست که زن و فرزنداتون برای بالای که در وطنهای خودتون بعد برای جنگ کنه اگر غالب شده خوب اگر مغلوب هم کشیده جای گریز دوره و میتونه برای کمین بگیره که بسیار ناراحت شدیم مولی مردم ها گفت گفی مرا گوش میکنه او گفی مسافد ابله که گفتن گپی ترا گفت گپی مرا که گوش کنه آماده شوی بعد حقیقتا یک کردان بود است نه کماندیری کردان بوده در راهی که مسلمانان می اومدن اول یک разведка دید که چخیل اومده استیان با قدم را засада موند در طرف засада همین وقتی که کشور مسلمانان در همون بین засада اومد ایالی کامینگو ای دو طرف تیر بارانشو کردن پیش تیر زده است ای دو طرف تیر در محاصره غلطیدن اگه با درجه وضعیت ناگواری بیزیب شد که او کسایی که به خاطر دنیا و به خاطر غنیمت جنگی اومده بودن برای اورا جان شوی همه شیرین‌تر ایوخی دیگه گریختن وقتی گریختن دیگه همین مردم بالای هم شد بعضیا زیر پا موندن ای شدت دیگه همون مال و حال اسبا قطع حرکت کردن نمیشه اوخی حضرت صلی الله علیه و سلم قبل از همین جنگ اینا حرب حنین میگن دو زره پوشید گفتن حضرت نخو ما 12,000 باشیم و خودت زره پوشیم و اجازه نمیدیم که تو در بین میدان باشی گفت خدا خودش داناتره ببینه وقتی که بسیار وضعیت بچی تو همین درجه را حضرت صلی الله علیه و سلم میگه از بالای همون خچیر فرو اومد خچیر طرف همون حوازین میگه خمچین زد رفت و بعد نعره زد انا نبی لا کذیب انا ابن عبد المطلب انا نبی لا کذیب انا ابن عبد المطلب من پیغمبر هستم مردم پیغمبر واقعی ام من فرزند عبدالمطلبم بره عبدالمطلب بتکو بعد یک قدم میگه در اطراف شمادن گرفتن به حضرت عباس امر کرد عباس گفت نعره بزن عباس که انصار صدا کو وقت شخصایی را که در زیر درخت ریزون با حضرت بیعت کرده بودن 1400 کس همه را اعلام که میگه بعد حضرت عباس به حد آواز شدید بود است آوازی با قوت داشت است ایشان قریب آوری میگه همین نعره زد یا معشر الانصار یا اهل بیعت رضوان ای انصاریا ای کسایی که در زیر درخت رضوان با پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیعت کرده بوده شتاب کنه اگه انصاریا در کجایی که بدن دیگه حرکت کردن با اسب دیگه اومدن نمیشه میگه با شتر ای اسبا پریدن فرو اومدن با زیر شکمی همون شتر و اسبا لغت کردن اومدن اطراف حضرت حلقه گرفتن